تتو خیلی باحال داری. آره اینجاست رو دستت اینو من خیلی دوست دارم. این واسه خیلی داستان باحالی هم داره. این برمیگرده به عکاسی. خب یه عکسی گرفتم خیلی پخش شد، معروف شد. من تو مثلا عکاسی مستند همیشه دوست داشتم که مثلا اون وردپرس فوتو که مثلا جایزه جهانی عکاسی مستند ساله مثلا بهم اسکار عکاسی میمونه. آره یه مدلی داره. آره من اصلا هر بار آرزوم بود که مثلا یه همچین اتفاقایی بیفته اینا، واقعا برام افتاد و هر بار که مثلا اینطوری بودم که آقا مثلا الان میرم رو سر مثلا اینا، یه اتفاق افتاد که مثلا نشد و اینا. اون موقع چون دغدغه سربازی رو داشتم فکر میکردم خب چون سرباز هستم اون تایمی که من این جایزه رو میگیرم نمیتونم از اینا خارج شم و این اتفاق هم افتاد. فارغ از اون اصلا من جزء عکاسان بینام شدم. تو یه عکسی گرفته بودی، اون عکس رو منتشر کردی، اون عکس ناخودآگاه رفته بود توی سیستمی، اون جایزه‌ای که تو خیلی دوست داشتی یه روزی بگیریش اون جایزه رو گرفت. چند تا عکس بود ولی با این عکس شناخته میشد. این رفته یه جوری اسکار عکاسی اون سالو گرفته ولی اسم تو اصلا برده نشده. شاید اصلا کسی هم نمیدونه این عکس مال تو. آره نمیدونه. و گذشت. رفتم سفر، رفتم خراسان جنوبی، یه روستایی تو خراسان جنوبی. یه در واقع آدمی که من اصلا نمیشناختم، ایشون من نمیشناخت، یه میزی میذاش اونجا و یه سری مثلا چیزایی به دیوار آویزون میکرد، محصولات چوبی و اینا بود. گردن من درست میکردم، مثلا مجسمه‌های خیلی ریز و کوچولو و اینا. یه کافه درست کردم اونجا نقلیه تو همین خونه‌های تاریخی. من دیدم دکور این کافه یه مجسمه‌ایه، رفتم اونجا و این مجسمه رو برداشتم، مجسمه کوچولویه، عکسش اینجا میاد. عکسشو میذارم اینجا. گفتم آقا این کاری این چیه مثلا اینا؟ مثلا گفتم فلانی ساخته. فلانی کیه؟ گفتم مثلا اون که تو روستا اینا رو میفروشه و اینا. این پسر بچه پیدا کردم، رفتم سراغش و یه عکسی براشم که همون عکس خودم بود و اینا بهش نشون دادم تو گوشی. گفتم از روی این ساختی؟ بعد نگام کرد و اینا، گفت آره و گفت این اولین کارمه. هنوز میگم اون احتمال سیخ میشه. جایزه‌مو اونجا گرفتم. اون مجسمه رو داد بهم. جایزه‌مو اونجا گرفتم. رو سن اونجا بودم.